قاعده 69 الفاظ صفات به شکل جمله را بشناسیم. قاعده 70 چی است؟ الفاظ صفات به شکل جمله را بشناسیم. دیگه قسمش که صفات الله به شکل چی می باشه؟ جمله اسمیه یا جمله فعلیه. جمله اسمیه کدام جمله را میگن؟ جمله که در اولش اسم باشه. اگر یک جمله عربی در اولش اسم آمده بود او را جمله چی میگن؟ اسمیه میگن. محمد رسول الله، محمد رسول الله، در اول جمله چی آمده؟ اسم آمده محمد، پس این جمله اسمیه هست. بعضی از جملات هست در اولش فعل آمده، یغفر لمن یشاء، در اول جمله چی آمد؟ یغفر آمد، این جمله چی شد؟ فعلیه شد. این حال صفات الله هم گاهی به شکل اسمیه میه، گاهی به شکل فعلیه میه. او اسماء الله که به شکل جمله آمده ما حق نداریم که او را از اون نام بسازیم، باید به اون شکل جمله استعمال شود. مثل چی؟ مثلا در قرآن آمده است که عدو للکافرین، عدو للکافرین. اینی عدو للکافرین، عدو مبتدا و خبره موجودون، یعنی عدو کائن للکافرین. این جمله چی شد؟ جمله اسمیه شد از نگاه نحو. فهمیدی یعنی؟ اما این صفت الله می قسم آمده، پس ما نمیتونیم منفردی رو استعمال کنیم. و همچنان به شکل فعلیه آمده، مثلا میگه تعز من تشاء و تذل من تشاء. پس تعز جمله چی است؟ فعلیه، در اول فعل آمده. تذل من تشاء جمله چی است؟ و یمکرون و یمکر الله، یمکر الله جمله چی آمده؟ فعلیه. چی مانا؟ و یمکرون، و دشمنای اسلام برنامه سازی میکنن، پلان میسازن، پروژه میسازن. و یمکر الله، و الله هم برنامه سازی میکنن. والله خیر الماکرین، و الله بهترین برنامه سازا هست. فهمیدید یعنی؟ اینجا المکر به معنای برنامه سازی هست. ما و شما بعضی چیزها رو در زبان فارسی داریم، باید عربی رو به فارسی نگیریم دیگه. ما و شما در فارسی بسیار گپا داریم که او در عربی رو قسم نمیشه. ما و شما در فارسی شاگرد پوهنتون محصل میگیم، عربا هیچ نمیفهمن محصل چی هست. یک وقت ما در یک پوهنتون درس میخواندم، بازنشسته میکردم که عبدالظاهر محصل صنف چند پوهنتون فلانی. یک روز یک عرب مرا چی میگه؟ میگه استاد اسمك عبدالظاهر، كتبت محصل، تتحصل ماذا؟ چی را حاصل میکنی؟ و محصل که اگه برشون بگیم من محصل هستم نمیفهمنی. و میگه طالب فی الجامعه. اگر در غریزت نوشته کنی که انا محصل، میگه خودم چی حاصل میکنه؟ کتاب حاصل میکنه، قلم حاصل میکنه، چوکی حاصل میکنه. این ما شما محصل عربی رو به معنای شاگرد گرفتیم. این گپ ما و شماست. ما و شما بسیار غلطی‌ها داریم، اشتباهات داریم. میدانی که در زمین است طیاره او پایین میشه، عوض که بگیم که پایینگاه، میگه میدان هوایی، یعنی میدانی که در هواست. میگیم ما و شما تا ما امروز پشتو و فارسی یک وقت محصلین پوهنتون میگفتن، یک تعدادش میگفتن دانشگاه بگیم، یک تعدادش پوهنتون بگیم. پشتونا و فارسی ها سر زمین جنجال داشتن. باز مرا گفتن استاد می راه حل چیز، من گفتم از زمین یک بیاریم از کلشان امتحان بگیریم. پشتوناش پشتو رو یاد نداره و فارسی زباناش فارسی رو نوشته کردن نمیتونه، یاد نداره. اگه یاد میداشت این جنجال نمیکرد. چرا؟ در آیت قرآن صراحتا میگه که در اختلاف زبانهایتان، اختلاف رنگهایتان و فی اختلاف السنتکم آیات است، علامت های از قدرت الله است. یکی در زبان، یکی پشتو زبانه که تو بفهمی که تو بسیار خدا کلانکار میگیری. یک وقت من میگفتم صاحب که من چقدر فهمیده هستم، یک وقت صاحب میگم یک بچه که پدر خود چینایی گپ میزنه، من هیچ گپش نمیفهمم، جاهل. همین ما شما در چینایی جاهل هستیم نیستیم؟ ها؟ در چینایی جاهل است. بسیار ما چینایی رو نمیفهمیم. یعنی شیخ ازبکی میفهمه، اینو من نمیفهمم. اونی از مکان عالم تر هست. آیات قدرت الله هست کسی که تو کل چیزا نمیفهمیم. خب پس بعضی از نامهای الله هست که به شکل چی آمده؟ به شکل